یا شیخ سوالی دارم. کودک در مجلس دست ندید میگیر، نقلی نیست. سائل را باید جواب داد. خدا میتواند هر کاری که میخواد بکنه؟ هر چه خواهد، حتی خلاف اون چه هست؟ روز و شب کنه؟ قطعا. این چیز که میپرسی حرف کودکانه. حضرت شیخ 2 علاوه بر 2 چند میشه؟ این را همه میدونن. خب من طفل بیش نیستم. میشود 4. اگه خدا بخواد میتونه 5 بشه؟ آری. پس میتونه مسلمونو گرد کنه و کافر و مسلم؟ بیشک. بچه پس اگه همش به دست اوست و ما بی اختیاری معابد و فاسق به رأی اوست، پس شما چرا اینجا جمع شدید؟ همه اینها که از جهد و عبادت میگید یک سر بیهوده میشه. پس بهتر نیست جماعت به خونه هاشون برن و کار به خود